به نام خدا. سلام، شبتون بخیر باشه بینندگان عزیز، همراهان همیشگی آنتن. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. من سهراب امینی هستم، گزارشگر این بازی، و شما عزیزان تماشاگر بازی دوستانه بین تیم‌های فرانسه و ساحل عاج از آنتن هستید. پا عوض میکنه، پاس میده، رابیو، اولیسه واسه عالی، فوق‌العاده بود امباپه و توپو گل نتونست بکنه و یحیی فوفانا توپو برمیگردونه. یحیی فوفانا دروازه رو نجات داد با کف دست راست توپو خودش. اولیسه پشت محوطه جریمه، اولیسه ببینیم از اون گل روبنی خودش میتونه بزنه یا نه. تورام و این ضربه که از بالای دروازه بسیار خطرناک به بیرون میره. رابیو شوت هم میتونه بزنه، رابیو یک ضربه دیدنی، چه شوتی زد، خوب هم زد، تو از بالای دروازه به بیرون رفت. خود شومنی، تورام، امباپه پاسو رسون، یه حرکت عالی برای تیم فرانسه، میتونه به گل برسن یا نه. شرکی خیلی دیگه لفتش داد و دور کامل رو زد. اولیسه، کونده، امباپه یه پاس فوق‌العاده. شرکی یه سری به آمار کل فصلش بزنیم. سانت انجام میشه روی دروازه و فوفانا توپو برگردون. امباپه داخل محوطه است، خود امباپه پا عوض میکنه، یه سانت کوتاه روی دروازه، یه ضربه سر که از کنار دروازه، یه پاس انداخت، یک ضربه سر و فوفانا توپو سیو میکنه از اون منطقه. به لحظه اشتباه، فرصت برای تیم ساحل عاج میتونه اتفاق بیفته و چی گرفت. استثنایی بود این سیو مایک مانیا، کنترلش بد بود، حتما که پاس هم بد بوده. آدینگرا این ضربه رو بدین شکل زد، توپ داشت شرکی و این توپو گرفت فوفانا. یه بار دیگه سانتوی دروازه که کسی رو اطراف پرسه نمیزنه، خطا میتونست باشه به نظرم. دنبال میشه شرکی، دست بردار نیست خود رایان شرکی و توی دروازه دیگه گل فوق‌العاده از رایان شرکی. 1-0 فرانسه رو جلو میندازه. چقدر خوب زد ضربه نهایی رو. توپ اولی گرفت فوفانا، دومی دیگه نتونست کاری بکنه. رایان شرکی بازیکن تاثیرگذار تیم منسیتی اینجا در فرانسه هم عالی کار میکنه. هر جور نگاه میکنیم به این ترکیب فرانسه که تازه مثلا پاریسیای خودشون. اکبادو باز به جلو، ادیواهی حرکت عالی از بازیکن ساحل عاج، میتونه به گل برسن یا نه و یه توپی که توی دروازه قرار میگیره. خیلی خوب بود این گوئلا دوه در مقابل چشمان برادرش که در تیم فرانسه بازی میکنه گل میزنه به تیم ملی فرانسه. به عنوان یه دفاراس اینجوری بازیکن نفوذ بکنه خیلیه. رفت جلو، این ضربه رو زد و مانیان رو مغلوب خودش کرد. پاس گل از نیکولاس پپه که البته به جای خاصی هم نرسیدن. ماتتا پشت محوطه جریمه، فرصت برای تیم فرانسه. تورام و ببینیم پاسو ماتتا براش مهیا کرد، عبور پای راست، این ضربه رو بدین شکل. تو کل این بازی خدمتتون بگم که فقط یه کارت زرد داده شد، نشون میده که چقدر بازیکن‌ها با احتیاط بودن. یه فرصت عالی، یک ضربه و گل برای تیم ساحل عاج. خیلی غیر منتظره رقم میخوره. پاس که داده شد، این ضربه نهایی که آما دیالو یه چپانیست، چقدر خوب زد ضربه رو با پای راست و نهایتاً دروازه رو بدین شکل باز. کجا هم توپو فرسته، اصلا نمیشد گرفت این ضربه رو. آقای گیشامر اینجا تو لحظه پایان بازی رو به صدا در میاره و ساحل عاج در عین شگفتی موفق میشه